این مردم واقعا که از توحید بسیار دور مانده. ما دلم همینطور میخواه که بسیار دهی را بسیار باید شاکاری شوه، فداکاری شوه، واقعا باید قربانی داده شوه. این ملت در تاریکی قرار داره، چطور نه؟ یقینا مولای صاحب ما خود پشت سر برات دعا میکنم انشالله که ما خود این میدان تو را اعلان نمیکنم. در یک موقع امتحان کردم شد اول برش رایی کردم که یک شاکاری بکار است. گفت چیستا مریضم در شفاخانه افتاده. مریض در شفاخانه است، مولوی صاحب در حالت کوماست. زمانی که تحقیق کردم نه مریض بود و نه شفاخانه. این مردم ها در موقع راحت گپای چرب چرب بزنه، تمنای از زیر داره که حالی موقع مبارزه می بود وای 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 استاره بر میزنه. وقتی که موقع مبارزه بیایه با سعی میکنی که در تاکاوا هم خدا پنهان کده نمیتونه. رابطه را خود قطعی تو میگه اگر حکمت هم بگیرش چی میگه؟ نه 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 توبه توبه. قطعی از جای ایش نبودم. در زمانی پیغمبر علیه السلام هم طایفه هایی بود که می آمدن اتلاف می زدن و پیغمبر علیه السلام می گفت که این جهاد کی فرض میشه؟ وی که ما خو یک دفعه در میدان مبارزه داخل شویم. الله متعال میگه وقتی که جهاد فرض شد یا چی میگفتن؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب جهاد، بان که ما یک کمی همی زندگی دنیای خود جور ای طرف میکردیم، یک کمی نفس راحت میکشیدیم، بعد از او جهاد فرض میکردی. الله متعال چی میگه؟ تو فرفته و متاع دنیا شده ای که 4 روز آرام بخوری. قل بگوی پیغمبر علیه السلام متاع دنیا قلیل، نفع گرفتن از هر قسم اسباب دنیا خیلی کم است، زمانش کم است، مدتش کم است، خودش کم است، ناچیز است. بنابر چی؟ در مقابل نعمت آخرت. شما که به تاخیر جهاد یک چند روزه باغی تان آباد میکنه، خانه تان آباد میکنه که از استفاده بکنه، این مال و متاع دنیاست، اهمیت نداره در مقابل نعمت های آخرت. والآخرت خیر لمن اتقا، آخرت بهتر است. خب برای کی حاصل میشه؟ لمن، برای او کسی که اتقا خود از مخالفت نگاه میکنه، از مخالفت جهاد نگاه میکنه، از مخالفت پیغمبر خود نگاه میکنه. ولا تظلمون فتیلا، ظلم کردن همیشه همراه شما فتیلا به اندازه عمود تاریکی ده بین خسته خرماست، همین قدر برای شما نقصان داده نمیشه. پس وقتی که نعمت آخرت براتان حاصل است، چرا میگی که جهاد چرا فرض شده؟ بلکه شما خوش شوید، چرا که نعمت های آخرت توسط مبارزه و مقابله و جهاد به دست میاد. این بزرگترین وسیلهش است او فعلا فرصت برای شما حاصل شده. اینما تکونو، نه اگر اونجا بریم باز میموریم، نه اگر شما میگی که میموریم از مردن خلاص نمیشه. هر جایی که باشه خب مرگ سرطان میاد. خب لیکن مرگ دو قسم است، یکی مرگ زیر لاف است، یکی مرگی که در سنگر است. مرگی که در سنگر است در پیش روی الله متعال که میری گردن اینی قدر بلند است. او مرگی که زیر لاف است دیگه خود سر پایین گرفته که زود الله را نبینم. برات بگویا که این مرگ در اختیار کی بود؟ کی برات مرگ میداد؟ چی جواب داریم؟ چرا در جهاد نرفته بودی؟ ولا زمینداری ما میماند، ولا بلدنگ نو جور کرده بودم یک چند روز خودش خو کنم. الله متعال میگه برات کی بلدنگ های جنت دیادت نکنم، زن اولادم میمان. این حورایی که اینجا برای تو تیار شده بودی دیادت نمیامد. کدامش؟ بسیار سخت است. خوب بسیار سخت است. مرگ واقعا میاثر هر کس، اما مرگی که بگوی پر افتخار باشه، مرگی که در راه الله متعال باشه، نه مرگی که بگوی فرار باشه. نعوذ بالله. این مرگا هم سخت است. مرگی که در پالوی امریکایی کشته شوی، او مرگ چطور مرگ است؟ به الله متعال چی جواب بگویی؟ قرآن کریم این نکته ها را برملا میسازه، بر ما اعلان میکنه. یکی یک آدم خود نمیفهمانه جدا مسئله است، او را الله بفهمانه. مردم ها بر ما زنگ میزنه کار قطعی امریکایی ها چطور است؟ یک کار چطور است؟ او برادرم الله برات عقل داده، از ما چرا فتوا طلب میکنی؟ به الله قسم یک طفل میفهمه.
این گپا چرا از ما سوال میکنی؟ در تلفن قرآن برات میگم اینما تکونی یدرککم الموت، هر جایی که شما هستی مرگ شما را میابه، از مرگ خود خلاص کردن نمیتانی. ولو کنتم فی بروج مشیده، اگرچه شما باشی فی بروج در قلاها و قصرها. بروج به خاطر میگه که از دور نمایان معلوم میشه، مشیده که محکم شده باشه، به چونه به خواب کانکریتی باشه، چکارم در گرد برید سیمای خاردارم گرفته باشی، مرگ سرت آمده نیست. لیکن کدام رقم مرگ؟ از کی خود سیم خاردار از کی خدا نگاه میکنیم؟ چکار به خاطر چی مانده؟ از کی خدا نگاه میکنی؟ این بسیار مهم است. الله رحم بکنه. دنیا صفحه آزمایش الله متعال است، کلگی امتحان میشه، کلگی. و این تصبهم حسنة یقولوا، این منافقین همیشه اینمیطور بزدل به همت هستن، اگر برسه بر شما فتح کامیابی نعمت خوشحالی، یقول میگه هذه من عند الله، ای از جانب الله متعال بود، به شما نسبت نمیکنه. چی میگه؟ این یک مسئله اتفاقی بود، امو رقم آمد. و این تصبهم سیئتون، اگر برسه بر شما سیئتون، چیزی که غماور باشه، مرگ، قتل، قحطی یا چیست بندگری گپا برتان برسه، یقولو میگویه هذه من عندک، ای از طرف دوسته. میگه از شومیت تو ما مبتلا به این گپا شدیم. اگر رحمت و خوشحالی می آمد میگفتن اتفاقی آمده، نمیگفتن که یا رسول الله تدبیری تو بود، کوشش های تو بود، واقعا زحماتی تو بود که الله متعالی را ثمر بخش ثابت کرد. نه میگه یک کار اتفاقی از جانب الله صورت گرفت. اگر سختی و تکلیف و قحطی بیاید باز دیگه فال بد به تو میگیره. موسی علیه السلام هم همینطور بود. زمانی که یک کمی سختی در زندگی پیدا میشدن باز یطیر بموسی و من معه، فال بد به موسی علیه السلام و کسایی که همراهان موسی علیه السلام بود با او میگرفتن. آنی هم همونطور است که راحت بیا میگن نه از جانب الله همونطور اتفاقی آمده. خب وقت بدی سختی که سرش بیا میگه از دست تو تدبیری غلط گرفتی، گپی ما را قبول نکردی، اینی گپا را میزنه. باز آخر چی میگه؟ شما با سیاست نمیفهمینی؟ گپی ما را نپذیرفت که سیاست را نمیفهمی. الله متعال چی میگه؟ قل بگوی پیغمبر علیه السلام کل من عند الله، هر کدامش از جانب الله متعال است. فما لهؤلاء القوم، چی شده ای قوم لا یکادون یفقهون، که نزدیکام نیست که بفهمه حدیث و سخنه. نه، عدم فقاهت در قرآن و حدیث است. چی مانا؟ اگرچه اینجا مراد از حدیث مطلق سخن است، اما مراد است که یا به قرآن و حدیث نمیفهمه، در قرآن و حدیث گوش نگرفته، ذهن از یاد مسائل قرآن و حدیث خلاص نمیشه. از او خاطر این سخنای نعوذ بالله قبلی را میگه. حوادث همه چیز از جانب کیسته؟ الله متعال. خلق الله میکنه، ایجادش کی میکنه؟ در کل من عند الله به می اشاره است. پیدایش همه گپار الله میکنه. اما علی چی میگه؟ ما اصابک من حسنت، آن چیزی که میرسه بری تو از نیکی، کامیابی، غنیمت، خوشحالی، فمن الله، به فضل احسان الله متعال است. حقی واجبی نیست. اگر الله بخواه این نتیجه را مرتب نمیکنه، خواه الله خواسته به عمل و کوشش کمی شما الله اینقدر ثمره بزرگ مرتب میکنه. یک تدابیر گرفتی، جنگ شروع کردی، ابر قدرت ده زانو شانده، این به فضل احسان الله متعال بود. و ما اصابک من سیئات، آن چیزی که میرسه بری تو، سیئات چیزی غماوره، اینا فمن نفسک، ای به سبب نفس توسته، یعنی اعمال بدی شما نتیجه زیر داده. خیر در بین آیاتا خود تعارض آمد. اونجا میگه الله متعال که کلش از جانب الله متعال است، او اینجا میگه نه، حسنه از جانب الله، سیئه از نفس تو. تعارض آمد، تعارض نمیاد. اونجا که میگه قل کل من عند الله، تمام چیزا از جانب الله است. در پیدایش همه چیزا را که پیدا میکنه، خلق ایجاد میکنه، کیست؟ ای از جانب الله است. اما اینجا که میگه حسنه از جانب و فضل احسان الله است،
وصیه از جانب خودیت است، یعنی به کسب خودی شما. این خلق نیست، این مراد از پیشی است. کسب است. کسب شکست که براتان میرسه، گمی غمانگیزی که براتان میرسه، از عملکرد خودتان است. در جنگ احد شکست از جانب کی آمد؟ نه عملی کردن صحابه فرمان کی را؟ رسول الله. از کسب خودشان بود. از همون خاطر منافقین همیشه این نکته ها را نمیدانه که حوادث خلق یا ایجادش از جانب الله متعال است و کسبش از جانب بنده است. لیکن یا کلی الله بلا را در گردن ملا میندازه. پیغمبر علیه السلام متهم میکرد، تدابیر خوب نمیگیره، اینا شکست خوردیم، نگفته بودیم که نرویم، این گپا را میزنه. این کار منافق. و ارسلناک للناس رسولا، الله میگه ما روان کردیم تو را برای تمامی بشریت رسولا پیغمبر. پس کسی که این کار میکنه مثل منافقا واره اج نو ضرر بری تو نمیرسه. چرا؟ و کفا بالله شهیدا، کافی الله از روی شهیدی دادن. یقینا تو پیغمبر هستی. این مردم خویی شبهه را مینداخت، چی رقم پیغمبر است که شکست میخوره، رفیقایشی قدر 70 نفر شهید میشه. اگر این پیغمبری بر حق می بود حتما کامیاب میشد. الله میگه ای پیغمبر اگر یا این کار هم رسالت بکنه، تو رسول کلی بشریت هستی و برای رسالت تو شاهدی الله کفایت میکنه. هیچ بدبختا شاهدی نده که تو پیغمبر هستی. انکار بکنه هیچ ضرر بری تو نمیرسه. من یطیع الرسول فقد اطاع الله. مقام و منزلت پیغمبر باز بیان میکنه که بدبختا نمیفهمه، قدری تو را نمیدانه، منزلت تو را نمیدانه که تو چه منزلت و مقامی داری. من یطیع الرسول، کسی که اطاعت پیغمبر میکنه، اوامر پیغمبر به جا میاره، از آن چیزی که پیغمبر منع کرده منع میشه، از آن چیزی که پیغمبر خبر داده تصدیق میکنه. فقد اطاع الله، یقینا اطاعت الله متعال کرده، اطاعت الله را کرده. و من تولا، کسی که اعراض کرده نه اطاعت پیغمبر را نکرده، فما ارسلناک علیهم حفیظا، تو را روان نکردیم که نگرانی اعمالش باش که چرا اطاعت تو را نمیکنه. بس این کاری از واسطه. یک قسم صفات یا حقوقی است که خاص برای الله متعال است، در اونجا بنده شریک نیست. عبادت حقی خاص الله است، در عبادت پیغمبر امروی الله شریک شده نمیتونه. که یک آدم بگه من عبادت الله را میکنم و عبادت پیغمبرم میکنم. عبادت چی را میگه؟ هر قول و عمل پسندیده را عبادت میگه. به طور مثال سجده عبادت است، آواز و فریاد کردن عبادت است. در اینجا حق تنها الله است. کسی به نام پیغمبر نظر کرده نمیتونه، کسی به نام پیغمبر صدا و فریاد کرده نمیتونه. این حقوق مختصی الله متعال است، برای مخلوق ثابت شده نمیتونه. بعضی حقوق او خاص است برای پیغمبر، امروی الله شریک نیسته. اون حقوقی که خاص است برای پیغمبر، فریاد کردن، اعتماد کردن، انابت کردن، خشیت از الله داشتن، این صفات مختص پیغمبر است، الله قطع شریک نیست. یک قسم اینطور حقوقی است که الله و پیغمبر شریک است. در اطاعت و فرمانبرداری کردن، الله و رسول الله با هم بگه برابر هستند. مثل که اطاعت الله را میکنی، اطاعت رسول الله را میکنی. خو اطاعت رسول الله بنابر فرمان کیست؟ از او خاطر الله میگه کسی اطاعت رسول میکنه، اطاعت کی را کرده؟ الله را کرده. چرا اطاعت الله را کرده؟ به خاطر که اطاعت رسول امر کی بوده؟ الله بوده، امر الله بوده. پس ما اینجا دو مطاع داریم، یعنی دو ذاتی که اطاعتش کرده میشه. یکی فرمان روای مطلق بی چون و چرا، او الله متعال است. پیغمبرم بی چون و چرا نیست، بلکه پیغمبر که ما اطاعت میکنیم به خاطر میکنیم که الله ما را فرمان داده که اطاعت کی را بکنی؟ پیغمبر را بکنی. خیر اطاعت اماما را کی فرمان داده که بکنی؟ باز از یک شخص کدام دلیل پیدا میشه؟ پیدا کرده میتونی؟ آیا کسایی که به مسلک امام شافعی رحمه الله است کدام سند دارن که ما خاص از امام شافعی رحمه الله پیروی میکنیم؟ نداره. اطاعت پیغمبر که میشه الله فرمان داده که اطاعتش بکنی، فرمانش بپذیری، قطعا مخالفتش نکنی. اما دیگه کس مشخص الله به ما فرمان نداده. بله اولی الامر ما را گفت، لیکن اولی الامر ما گفتیم کسایی که صاحبان امر است مطابق قرآن و حدیث فیصله میکنه، او را فتوایش قبول میکنه، مگر نافذ میکنه، اجرایش میکنه.
و یقولون ای منافقین، یعنی هنگام شنیدن احکام الله متعال نزد تو میآید، توبه میکنه، گریان میکنه، بس سر و چشم میگه که بله ما قبول میکنیم. و یقولون میگوید پیش تو در مجلس تو طاعتون، کاری ما فرمان برداری است. امی کاری ما فرمان برداری ایره کی خوب یاد داره؟ مامورای دفتر سیب حاضر آماده است. سیب منافقین که می آمدن در مجلس پیغمبر علیه السلام میگفت سیب ما بس لیکن او طرف فیضا برزو، وقتی که آشکارا می شدن می رفتن من عندک از پیش تو، در وقتی که بیعت در شب مشوره ها می کردن، طایفتون یک جماعت منهم از یا غیر الذی خلاف امو گپ تقول که تو برشان گفته بودی، خلاف از والی نقشه ها طرح میکردن، پیریزی میکردن، کدام دستوری که تو داده بودی میخواستن که به یک وجه از وجوه امی دستوری تو را عملی نسازه، یک راه را پیدا کنه، بهانه جور کنه که امی گپی تو را عملی نکنه. منافقین امی کارشان است، پیش روی تو فرمان بردار، پشت سر که میره خلاف تو مشوره ها و نقشه ها جور کرده رو ایسته، این کار منافق. والله یکتب ما یبیتون، الله نوشته میکنه آن چیزی را که یا شب مشوره میکنه، دسیسه ها و پلان ها را که طرح میکنه برای تخریب اسلام، الله متعال او را نوشته میکنه. این دو مطلب داره، خودی الله نوشته میکنه که یا چی کارا میکنه، دوم مطلب نوشته میکنه به فرمان الله، ملائکی که سر از یا مقرر است. فاعرض عنهم، در این طور موقع پیغمبر علیه السلام رو گردانی از یا بکو، برش نگو که چرا این طور کارا میکنه. و توکل علی الله، اعتماد بالای الله بکو، غمی یا پروایی دسیسه جور کردن از یارا نداشته باش. و کفا بالله وکیلا، کافی است الله متعال از روی کارسازی، کارساز الله متعال است، غم نکنی. در هر وقت زیاد تشویش که بر انسان پیدا میشه از داخل پیدا میشه. داخل کدام طایفه است؟ منافق. در ظاهر در مجلس تو نشسته لاف هم میزنه، اما آن طرف که میری باز میبینی که فقط تخریب کاری تو را شروع کرده، نقشه ها را طرح کرده رو ایسته. الله متعال اینجا میگه به پیغمبر خود فعرض، اعراض بکن، پشت همی گپای از وان نگرد. چرا میگه؟ مصلحت بود در اینجا. اگر پیغمبر علیه السلام اینمی منافقین میگرفت که تو این طور کار میکنی، حالی کی ثابت میکنه که بله این کار میکنه؟ در بین مردم گپا جور میشد که سعی کو پیغمبر خود او مردمایی که خودشان ایمان آورده او را هم نمیمانه، قتل کرده رو ایسته. این یک اثر منفی را در اذهان دیگران منداخت. از او خاطر خیر است منافقین که در ظاهر اظهار ایمان نکرده، مردم دیگه یارا عین مؤمن میدانه، باز مردم خود این تحقیق نمیتونه، برش معلوم نمیشه که راستی منافق است. نشانه منافقتش خود ایتن پیشانیش نوشته نیست. مردم باز میگه که پیغمبر رفیقای خود اون از بین برده رایست. از او خاطر دی مصلحت است. خب بله، اگر تو میگی که دسیسه ها میکنه چی طور کنیم، الله برش میگه که اعتماد سری الله بکو و توکل علی الله، اعتماد بالای الله بکو، دسیسه های از یا قطعا بری تو مضر ثابت شده نمیتونه. چرا؟ و کفا بالله وکیلا، کافی است الله متعال از روی کارسازی، کارای تو را الله جور میکنه. افلا یتدبرون القرآن، آیا این منافقین ایمانی واقعی در قلبشان جا نگرفته تا آلی را متزلزل و متردد هستند، در حالی که برای از یا این قسم موقع پیدا شده که تدبر بکنه، تحقیق بکنه و هم شک و تردد از ذهن خود بکشه. تا کی مردم سرزنش میکنه منافقینه؟ تا لیرم در دلتان شک و شبه در حقانیت پیغمبر، در حقانیت دعوتش وجود داره، در حالی که برای شما اسباب تأمل و تفکر و موجود است. این همی شک و تردد شما مکمل از ذهن کشیده میشه. او توسط چیست؟ افلا یتدبرون القرآن، آیا یا تدبر نمیکنه در قرآن کریم؟ تدبر میگه بار بار یک چیز فکر کردن، با عمقش خود رساندن، عقل خود در کار پرتافتن، این را تدبر میگه. این منافقین تأمل نمیکنه، تفکر نمیکنه در قرآن کریم، هنوزم شک و شبه داره. از او خاطر در ظاهر اظهار ایمان نمیکنه اما در دل ایمان نداره. چرا در دل ایمان نداره؟ چرا تردد در ذهن خود جا داده؟
در قرآن کریم چرا تدبر نمیکنه؟ ولو کان من عند غیر الله، اگر می بود قرآن کریم از غیر الله، از طرف غیر الله، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، خام یافتند و اختلاف خیلی زیاده، لیکن اختلاف پیدا نکردند. سه قسم اختلاف است. یک اختلاف قرآن کریم امر کرده، نهی کرده، داستانای پیغمبرها را بیان کرده، احوال قیامت، بعضی گپای پیشنگویی را بیان کرده، اما هیچگاه از مخالفت نامده، اختلاف نامده. این و اختلاف از قرآن منفی است. دوم، تمام کلمات قرآن کریم اختلاف درش نامده که یکیش فصاحت داشته باشه دیگیش نداشته باشه. کل کلمات قرآن کریم یکسان فصیح است. این و اختلاف در قرآن وجود نداره، اما اختلاف اسلوبا، طریقه های دعوت به شیوه های متنوع ای وجود داره. گاهی قرآن کریم تخویف بیان میکنه، گاهی بشارت، گاهی داستان پیغمبر، گاهی دلیل عقلی را، گاهی نقلی را، گاهی حالات قیامت. اسلوبای متنوع را قرآن کریم در اختیار گرفته. گاهی امر است، گاهی نهی، گاهی زجر است، گاهی تخویف، گاهی ترغیب است، گاهی ترهیب. اینا شیوه های مختلف برای فهماندن مخاطبین قرآن کریم اختیار کرده شده. این و اختلاف منافات با قرآن نداره. نعوذ بالله قرآن عیب برش ثابت نمیشه. چرا؟ این و اختلاف صفت کمال است. پس این منافقین چرا تدبر نمیکنه در قرآن کریم که هنوزم در مورد دین اسلام شک داره، که در زبان ظاهر میکنه در قلب ایمان نمیاره؟ چرا اینطور کار میکنه؟ باید در قرآن کریم تدبر بکنه. در تو را میگم دیوال تو بشنو. منافقین خو الله ملامت میکنه، تهدید میکنه، چرا در قرآن تدبر نمیکنه؟ امروز مسلمانایی که خود اول تکدار اسلام میدانه و خود مسلمان میدانه، یا چرا در قرآن تدبر نمیکنه؟ ها؟ قرآن کتابی مرده ها و ثواب جور کرده، کتابی پوشاسته، کتابی مرده هاسته. بس آیت الکرسی در شال نوشته شوه، سری مرده انداخته شوه، شناخسنگی سوره اخلاص نوشته شوه، همینطور است یعنی در بیرق بیرقا رختا بالا نوشته شوه، رختا در سری چیست دیگه ختما شوه، در وقتی جان کندنش یاسین خوانده شوه. قرآن فقط برای مرده هاست خلاص. چرا تدبر در قرآن کریم نمیشه؟ هدف قرآن خود تنها تلاوت نیست. تلاوت یک ذریعه برای فهم معانی است. فهم معانی ذریعه برای عملی کردن احکام است و عملی کردن احکام برای تزکیه است. معاشره به وجود بیا که هیچ نوع نزاع، جنجال، تلوث، گندگی، نجاست، پلیتی هیچ چیز نشوه، نه در عقیده، نه در عمل، نه در اخلاق. هدف نزول قرآن است. چرا مسلمان خیر کدام راه؟ هزار دارالحفاظات جور شده، خو یک جای مرکزی ترجمه قرآن وجود نداره. در یک جای یک کمیته تحقیقی وجود نداره. ما و شما می خودی ما و شما که بیای سری قرآن چقدر عمل کردیم، بیای محاسبه میکنیم زندگی خود. بیگاه میشینیم که چقدر عمل سری قرآن کردیم و چقدر به ما دما پاکی و روشنی حاصل شده. قرآن منافقین ملامت میکنه، اما ما مسلمان خود ملامت نمیکنیم. الله سرزنش میکنه منافقه که چرا تدبر نمیکنه. ما گایم در قرآن تدبر نکردیم. تدبر بگذار. حاضر نیستن به شنیدن لفظ قرآنی کریم. 70 سال عمرش شده، 70 سال دکانداری کرده، 70 سال صوبکی در 4 بجه رفته، بیگاه 11 بجه پس در خانه آمده. یک روزم احساس ماندگی و زیلگی را نکرده. اگر کدام روز بیخی بیخوام مانده، در 10 بجه دویده در دکان رفته. خب برای فراگیری قرآن کریم در پالوی خانهش ترجمه قرآن شروع شد. در رمضان مبارک 3 ساعت اولی روز ترجمه قرآن میشد، به این خاطر که مردم از کار نمانه. دمونجا هم حرکت نکرد، نرفت که حتی یک دفعه میشونید قرآن کریمه که قرآن چی پیام داره. تدبر خوب بگذار که در مطالب مقاصد قرآن یا فکر بکنه که قرآن چقدر مطالب عمده و مفید و سعادت بخش داره که اوه کی پرسانه نکن. امروز مسلمانای ما حق قرآن پوره کرده. قرآن 5 حق دارد: تصدیق کل مطالب قرآن تفصیلا، تلاوت درست قرآن حق دوم، فهم معانی حق سوم، عملی کردن حکم قرآن حق چهارم،
دعوت به سوی قرآن کریم حق پنجم. کدام حقش ادا کردید؟ الله متعال منافقین ملامت میکنه، سرزنش میکنه به خاطر از اینکه تدبر در قرآن نکرده. ما که تدبر در قرآن کردیم بسیار سخت است. چرا؟ تدبر در معنا انسان وادار به عملی کردن میسازد. خود به خود مصلحت احکام و دستورات الله مکمل در چشم ما مجسم میشه. میفهمی که چقدر سعادت و نیکبختی داره. بعد از او قدم به عمل میگذاری. او قدم به عمل گذاشتن یقینا کل ثمرات قرآن به ما سر ما تطبیق میشه. باز ما غلام و نوکری کافر نیستیم. چرا که ما تدبر در قرآن بکنیم. قرآن برای ما میگه یهود دوست شما شده. ضرورت به یهود چی داریم که دعوت بدیم که بیا وطن ما را امنیت ده.